با عرض سلام. اینجا مبحث در رابطه با تجزیه حروف در ترکیب کلمه است. به این نکته توجه شود که من تمام کتاب که 746 صفحه است را در اینجا نخوانده و یا توضیح نمیدهم، بلکه مختصری از آن را به اصطلاح خوانده و توضیح میدهم. تجزیه حروف در ترکیب کلمه به اشکال زیر می باشد. حروف و آواها صدایی هستند که انسان برای رساندن مفهومی از دهان خارج می کند. حروف از لحاظ تون صدا به دو بخش اصلی تقسیم می شوند. بخشی از آنها تون صدای ساکن، بخش دیگر آنها تون صدای کشیده دارند. حروف ترکی به شکل زیر به دو بخش عمده تقسیم می شوند. حروف با تون صدای ساکن و یا بی صدا و حروف با تون صدای کشیده و یا حروف با صدا. حروف بی صدا در ترکی آذربایجان با صدای ساکن 23 عدد هستند. حروف صدادار با صدای کشیده در ترکی آذربایجان 9 عدد هستند. 23 حرف ترکی با تون صدای ساکن به شکل زیر نوشته می شوند. اینها نوشتار حروف بی صدا هستند. اگر حروف را بنویسیم باید بدین شکل ساده بنویسیم. اگر حروف معرفی و یا خوانده شوند به شکل زیر به آخر آنها یک حرف صدادار افزوده می شود. جدول پایینی توجه. حروف بی صدا بدین شکل با اضافه شدن یک حرف ا معرفی و یا خوانده می شوند. اگر حروف را بخوانیم و به سوال اینکه این علامت چی هست جواب بدهیم باید بگیم این علامت ب است، آوای ب هست، ف هست، ن هست و یا این پ هست، ک هست. بدین شکل تمام حروف بی صدا به کمک حرف ای معرفی شده و یا خوانده می شود. حروف صدادار و یا حروف با تون صدای کشیده. حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجان 9 عدد هستند که آنها با خط لاتین به درستی نوشته شده و بیان می شوند. ولی نوشتن و خواندن حروف صدادار ترکی با خط عربی بسی مشکل است، چرا که در خط عربی به شکل واقعی حروف صدادار موجود نیست، ولی در موارد زیادی به جای آنها یعنی به جای حروف صدادار علایم دیگری با نام فتحه، کسره، ضمه، تشدید، تدوین، همزه و غیره استفاده می کنند. اما در خط عربی به این سه علامت ترکی یعنی ü، ö و ı علامتی موجود نیست، یعنی نوشتن اینها از آن یکی حروف صدادار نیز مشکلتر است. حروف صدادار به اشکال مختلف زیر نوشته می شوند. به جدول زیر توجه کنید. حروف صدادار ترکی به شکل زیر با خط لاتین و عربی نوشته و خوانده می شوند. اینها 9 حرف صدادار ترکی هستند. از سمت
چپ، او، ü، او، ö، ı، ای، ای، ا، آ. این علائم با خط عربی به اشکال مختلف نوشته می شوند. علاوه بر اون خود این حروف اکثراً آوای بالا پایین ندارند و از این علائم که به اصطلاح حرکه بهشون میگویند بالا مثل این مثلا الف و او نوشته با علامت او و یا ا ا، همه اینها با حروف بی صدا در خط عربی به کار گرفته می شوند. الف که به نظر می رسد حرف صدادار است ولی بدون علامت مثلا آ خوانده نمی شود، بلکه الف یا ای ساکن، الف ساکن بیان می شود و یا مثل این ان، ان و غیره. این نیز به اصطلاح یک الفه و با یه الف کوچک که در بالا قرار میگیره، متاسفانه کامپیوتر من اونو نمی نویسه. این الفشه با این علامت آ به شکل حروف صدادار بیان می شود و این با الف با علامت ا، این با علامت ا، با علامت او و یا با علامت ای نیز به اصطلاح خوانده یا نوشته می شود. چنانکه مشاهده می فرمایید اکثر حروف مذکور در خط عربی صدای ساکن دارند که هر یکی از آنها به وسیله علامت حرکه که به بالا و پایین حروف نهاده شده نوشته و خوانده می شوند. مثلا الف با ا میشه ا، اکبر، ب به علاوه ای بالایی ضمه به کار گرفته می شوند. حمید نیز همین، هی اولی با ه به شکل حرف صدادار و ای در اینجا به عنوان حرف صدادار به کار گرفته شده است. در نوشتن علی نیز همینطور، عین با علامت ا شده به شکل ا، ال و اینجا در انتها ای به شکل حروف صدادار به کار گرفته شده است. توجه شود که در خط عربی حرف الف، ی یا ای و حرف و یا او به جای حرف صدادار و به جای حرف بی صدا نیز به کار گرفته می شود. مثل سیز، اینجا حرف ای به جای حرف صدادار به کار گرفته شده است، مثل خط لاتین ای، سیز. یا در اینجا ی که همان در واقع با خط عربی همین ی یا ای هست، اینجا رول حرف بی صدا را بازی میکند، یا بو یا او، یعنی ی حرف بی صداست و الف اینجا رول حرف صدادار را بازی میکند، یعنی ی و آ که به شکل یا بو یا او. یا اینجا نیز همینطوری الف رول حرف صدادار و ی رول حرف بی صدا را بازی کرده است. در او یعنی آن و الف اینجا یه الف ساده با او که معمولا در بالا یک علامت ساکن نیز روش میذارند او خوانده میشه در زبان ترکی. او یعنی او. الف اینجا در واقع کاری ندارد، یعنی نه رول صدادار را دارد و نه رول بی صدا را، او، ولی با هم دوتایی شده او. یا بو یا او.
اینجا الف هیچ کاره است. ای در واقع علامتی شو ای بالایی خوانده شود. اکبر ب اینجا در واقع بالاش باید نهاده شود. بدین شکل اکبر، که اکبر با خط لاتین بدین شکل نوشته می شود. یا در ایران ای در اینجا 2 تا علامت به جای ای لاتین به کار رفته است و وسط اینجا الف ساکنه، در واقع رول حرف صدادار را را بازی کرده است. ترکیب حروف بی صدا با حروف صدادار کلمه را تشکیل می دهد. حروف با صدای ساکن و با صدای کشیده به ترتیب پشت سر هم چیده شده و برای فهماندن مطلبی به شکل کلمه بیان می شوند. برای مثال به ترکیب کلمات زیر توجه شود. این کلمه بو هست. در ترکی معنی این فارسی را می‌دهد. این کلمه 2 حرف دارد که یک حرف کشیده و یک حرف ساکن دارد. بو ب حرف ساکن، او حرف کشیده ترکیب یافته و کلمه بو را تشکیل داده است. این کلمه آناست. آنا یعنی مادر. آنا کلمه ای است که 2 حرف کشیده و یک حرف ساکن دارد. آنا 2 تا دارد و یک ان یا یک ن. این 2 تا کلمه مادر را تشکیل داده است. بازı کلمه ای است که 2 حرف بی صدا و یک حرف صدادار و 2 حرف صدادار دارد. بازı کلمه ای است که 2 حرف بی صدا و 2 حرف صدادار دارد. ب و ج حرف بی صدا، و حرف با صدا است. گل یعنی گل اگر به جای فعل به کار برود میشه بخند. اگر به جای کلمه اسم به کار برود میشه گل. گل کلمه ای می باشد که یک حرف صدادار و 2 حرف بی صدا دارد. گلمک یعنی خندیدن. گلمک کلمه ای است که 2 حرف کشیده و 4 حرف ساکن دارد. چیچک 3 حرف بی صدا و 2 حرف صدادار دارد. یولداش یعنی رفیق، دوست. یولداش 2 حرف صدادار و 4 حرف بی صدا دارد. یولداش. güzellikler یعنی خوشگلی ها یا زیبایی ها، قشنگی ها. güzellikler 7 حرف بی صدا و 4 حرف صدادار دارد. این یولداش کلمه اضافه یعنی تشکیل کلمه جدیدی ساخته شده. یولداشlık یعنی رفاقت، دوستی. 3 حرف صدادار
و 6 حرف بی صدا دارد. Kardeşlikten یعنی از برادری. Kardeşlikten از 8 حرف بی صدا و 4 حرف با صدا ترکیب می‌یابد. Adamlıktan از آدمیت. Adamlıktan از انسانیت یا انسانlıktan 6 حرف بی صدا و 4 حرف صدادار